سلام، چطورین؟ خوبین؟ اومدم با یه ویدیوی دیگه و قبلش نگاه کنیم موهام رو. فکر کنم خیلی وقت اصلا نیومدم خودم جلوی دوربین و توی این تایم بازه زمانی موهامو کوتاه کرده بودم. حالا بریم اون طرف که براتون بشینم بالای منبر که حرف دارم. همین بشینم و براتون توضیح بدم. اولین دوره‌مون رو من فکر می‌کنم اگه طی چند تا ویدیو براتون توضیح بدم میتونم خیلی مفیدتر بهتون بگم که این دوره‌های ما چجوریان. اولین دوره‌مون و دوره پایه‌مون دوره مقدماتی هستش، دوره مقدماتی تصویرسازی. این دوره به صورت دستی هست و برای کسایی که احساس میکنن تازه میخوان شروع کنن یا برای کسایی که اصول رو یاد نگرفتن خیلی مناسب بچه‌ها. و این دوره به نوعی بهتون کمک میکنه که شما اون مطالب اولیه‌ای که نیازمند این هستین که وارد طراحی حرفه‌ای بشین رو کامل بهتون آموزش میده. حالا این دوره چجوریه؟ این دوره توی تلگرام تشکیل میشه و شامل 8 جلسه آموزش هست. هر جلسه آموزش فکر میکنم حدود 1.5 ساعت تا 2 ساعت خورده‌ای محتوای آموزشی داره. فقط محتوای آموزشی. محتوایی که قرار من ویدیوهای رفع اشکال براتون بفرستم اون جدا هستش. محتوای آموزشیتون به این صورت هستش که به صورت ویدیو داخل گروهتون ارسال میشه. بعد اینکه هفته 1 جلسه کلاس دارید. بعد دیگه اینکه هفته 1 جلسه هم کلاس دارین، بهتون تمرین داده میشه و برای هر تمرین هم 1 هفته زمان دارید و تا پایان دوره هم باز دوباره زمان دارید، یعنی 9 هفته زمان دارین که کلا تمرین کنید که تمریناتتون رفع اشکال بشه. بعد رفع اشکالتون هم اینجا انجام میشه و تمریناتتون رو میفرستین توی گروه. من اینجا طبق ویدیو اینها تمامی تمریناتتون رو رفع اشکال میکنم و براتون ارسال میکنم توی گروهتون. سوالاتتون رو پاسخ میدم. بعد دیگه اینکه حالا محتوای آموزشی این دوره مقدماتی چیا هستن؟ محتوای آموزشی دوره مقدماتی طراحی کاراکتر هست. بیشتر مانورمون روی طراحی کاراکتر هستش. طراحی کاراکتر در نمای بلوپرینت. بلوپرینت چی هستش؟ یعنی سه‌نمای یک کاراکتر. شما وقتی که میخواین کاراکتری رو برای سفارش یا اصلا هر جایی ارائهش بدیم باید سه‌نمای کاراکتر رو ارائه بدیم که ما بهش میگیم بلوپرینت. حالا بلوپرینت شامل کدوم نماها میشه؟ نمای روبرو، نمای پشت سر و نمای نیمرخ. این 3 نما رو شما باید تماما یاد داشته باشین. هم اسکلت بندی و هم طراحی ماهیچه و تو این قسمت ها باید یاد داشته باشین، هم در آقایون و هم در خانوم ها که کامل این موارد توی دوره مقدماتی بهتون آموزش داده میشه. حالا وقتی شما این اصول رو یاد گرفتین بهتون یاد میدم که چجوری کاراکتر فانتزی بکشین، چجوری کاراکتر رئال بکشین، بعد چجوری اغراق به وجود بیارین. طراحی مو بهتون آموزش داده میشه، طراحی ریاکشن احساسات بهتون آموزش داده میشه. بعد دیگه اینکه طراحی لباس های حدودی بهتون آموزش داده میشه. رنج سنی کاراکتر بهتون گفته میشه که اگر خواستین یه کاراکتر نوزاد طراحی کنین، یه کاراکتر سالمند میان سال طراحی کنین به چه صورته. یک برشی از دنیای فضاسازی بهتون گفته میشه که بدونین چجوری میتونین فضاسازی انجام بدین. یک جلسه رنگ دارین که مربوط میشه به تکنیک مداد رنگ آبرنگی و کامل باز اون تکنیک بهتون آموزش داده میشه. بعد دیگه اینکه تمامی این موارد و تک به تک اجزای صورت، تک به تک اجزا و دیتیل های بدن از دست ها، پاها، قسمت بازو، قسمت ساعد، تمامی موارد تک به تک بهتون آموزش داده میشه که به چه صورت باید بکشین، هم در کاراکترهای فانتزی و هم در کاراکترهای رئال و چه جوری حجم یک کاراکتر رو طراحی کنین که بتونین حجم بدن کاراکتر رو حفظ کنین و کاراکترتون ناقص دیده نشه. تمامی موارد در طی دوره مقدماتی دستی بهتون گفته میشه. این دوره مقدماتی دوره سنگینیه، تقریبا میشه گفت دوره سنگینی هستش. بچه ها اول فکر میکنن خب اسم مقدماتی که میاد روش حتما یک دوره خیلی ساده ایه. نه، من این دوره رو نمیخوام، میخوام برم سطح های بالاتر.
ولی واقعیت اینه که حجم مطلب این دوره، یعنی حجم مطلب این دوره طبق حرفای بچه هام در دوره قبلی جوری طراحی شده که قابلیت این رو داره که من ازش 3 دوره دیگه خروجی بگیرم بیرون. ولی من این کار رو نمی کنم و میام همین دوره فشرده رو براتون میذارم به خاطر اینکه شما بتونین با گذراندن یک دوره یه حجم زیادی مطلب دریافت کنین تا اینکه من بخوام هی شما رو وارد دوره بعدی و دوره بعدی و دوره بعدی کنم. کل دوره هایی هم که الان در حال حاضر دارم فکر کنم 5 تا 5 تا دوره بیشتر نیست و اینجوریه که تقریبا میشه گفت هر ماه دوره مقدماتی رو داریم ولی ما بقیه دوره ها رو نه هر ماه ارائه نمیدیم و برای وارد شدن به دوره های پیشرفته و دوره های دیجیتال پینت هم گذروندن این دوره مقدماتی واجب هست بچه‌ها. چرا واجبه؟ چرا الزامیش کردیم؟ به خاطر اینکه شما تا این اصول اولیه رو یاد نداشته باشین و طراحیتون رو به یک نقطه متوسط نرسونین، وارد شدن به یک دوره سنگین برای شما بدون بازدهی خواهد بود و هیچ بازدهی نخواهد داشت. خلاصه اینجوریا نمونه کار بچه ها هم توی کانال تلگرامم گذاشتم که پایین توی کپشن می نویسم. کانال تلگرام رو میذارم و میتونین نمونه کار بچه ها رو ببینین. میتونین نمونه برش های از ویدیوهای کلاس ها رو هم ببینید و راه ارتباطی من با شما برای کلاس های تصویرسازی هم خانم برامینی هست و تلگرام خانم برامینی، بخاطر اینکه گروه ما ایران نیست و این هم قضیه حال سخت کرده ولی در تلگرام پاسخگوتون هستیم. امیدوارم که ببینمتون و امیدوارم که چه در دوره های من چه در هر دوره دیگه شرکت کردین براتون مفید باشه و اون بازخوردی که دوست دارین رو بتونین از اون کلاس بگیرین.